دولتی سربداران در خراسان. دولتی سربداران در سبزوار خراسان سالهای 1337 1383 عرض هستی کرده است. سربداران بر ضد اشراف محلی، ترکان و مغولان برخاسته بودند. سربداران می گفتند تا آن که از ترس هلاک شویم بهتر از سربدار نهیم. سروری معنوی سربداران شیخ خلیفه بود که از مازندران به سبزوار آمده طرفداران خود را جمع می کند و او در سال 1335 کشته می شود. بعد از وفات او کار را شاگردش شیخ حسن پیش می برد. سال 1337 دهقانان شورش کرده سبزوار را گرفتند و آن را پایتخت دولت خود قرار دادند. پیشوای سربداران وجه الدین مسعود با شیخ حسن شهرهای نیشاپور و طوس را فتح کردند. سالهای حکمرانی وجه الدین مسعود 1338 1344 است. وجه الدین مسعود لقب سلطانی را گرفت. بعد از مرگ وی در داخل دولت ناآرامی ها شدند. 10 نفر بعد از او به سر قدرت آمدند، اما آنها عنوان سلطانی را نگرفته بودند. خواجه شمس الدین یکی از نمایندگان سربداران دامغان که از دست آنها رفته بود فتح کرد. دیری نگذشته او را هم به قتل رسانیدند. بعد از مرگ او خواجه یحیی به سر قدرت می آید. وی تقای تیمور الخانی را به قتل رسانیده سال 1353 دولت الخانیان مغول در ایران را از بین می برد. در نهایت دولت سربداران خراسان سال 1381 از جانب تیمورلنگ برهم داده می شود.